سلام بچه، چطور؟ خوش اومدید به این ویدیو. بچه توی این ویدیو میخوام تو 8 از بهترین سرورهای ماینکرافت رو معرفی کنم. 8 از سرورهای کرک، بهترین نمیشه گفت. 8 که خودم توش بازی میکنم، چون چند وقت بیشتر سرورهای کرک خوب یا پریمیوم شدن یا بسته شدن و سرورهای خوبی زیاد نمونده که بشه بازی کرد. من اومدم 8 ازشون رو بهتون معرفی کنم. 4 تاشون خارجی ان، 4 تاشون ایرانی ان که ایرانی ها رو فکر کنم بیشترش خودتون بدونید، ولی تا تونستم سعی کردم که سرورایی که معرفی کنم سرور خارجی، البته کسی زیاد مثلا تو ایران معروف نباشه. و خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، سابیاتون نره، زنگوله حتما فراموش نشه، و این نظری دارید، انتقاد، پیشنهاد، حتما تو کامنت ها بهم تا خبر. سرور اول که میخوام بهتون معرفی کنم سرور پیکا نتورک یا پیکاچو، که از همین شخصیتم الهام گرفتن و اسمش گذاشتن. سرور پیکا 10 تا گیم مود داره، گیم مودهای متفاوت، مثلا اوپی، پرکتیس پی وی پی، اسکای پی وی پی، اسکای بلاک، کید پی وی پی، بد وارز، اسکای مای، اوپی لایف استایل، سوروایوال و این گیم مودا، بقیه گیم مودا. بچه سرور پیکای سرور عادیه، خاطر پلیرهای زیادی که داره، نزدیک 1000 2000 تا پلیر توشن، بخاطر پلیر زیاد، گیم مودای متفاوت و زیاد. پیکا یه سرور خیلی خوبه و خارجی، پینگ خوبی هم به ما ایرانیا میده، یعنی فرق نداره که تو ایرانی باشی خارجی باشی، پینگت یکیه و سعی میکنه که پینگا رو یکی کنه. مثلا میای گیم پینگ، مثلا من بیای توی سرور بدوارز باشم، انمی جلوم پینگش مثلا 5 باشه، من پینگ مثلا 70 80 باشه، میای گیم پینگ میگیره و پینگ جفتمونو، پینگا رو به حد اقل خودش میرسونه و این یکی از بهترین مزیتاشه که این سرور داره. و کازمیک همه چی، میتونید دیسکوردشون هم جوین بشی که ایونت ها و آپدیت ها همه رو هم داشته باشید و لذت ببرید. ولی یه چیزی که هست، بعضی از اینا مثلا مثل اسکای بلاکش دو حالت داری، که اسکای بلاک عادی داره، یکی او پی اسکای بلاک داره که وسایلش مثلا خفن‌تر از اسکای بلاک عادی، یا او پی لایف استایل و سوروایوال و اینا. این از سرور اول. میگم بیشتر از بقیه سرور رو بازی میکنم به خاطر اینکه یه گیم مود داره که گیم مود جنس جنراتور بهش میگن، که جلوتر بهش میرسیم، و سرور خیلی گیم مود خیلی خفنیه. حالا فرق این پیکا با جارتکس چیه؟ هیچی، فقط گیم موده. و تو این که الان بگید خب پیکا رو من اول گفتم پیکا بهتر از جارتکسه، یا مثلا نه جارتکس دوم گفته شاید سرور سوم بدتر باشه، و نه بذار جارتکس و پیکا رو برم و دیگه سراغ بقیه‌اش رو نرم. نه، من اینا رو نسبت به بیشتر و کمتر بودن گیم مود و متفاوت بودن گیم مود تقسیم بندی کردم و همه این سرورها توی دیسکریپشن آی پی هاشون رو زدم و میتونید کپی پیست کنید و به هیچ مشکلی بر نخورید. سرور جارتکس مثل هم سرور پیکا و سرور قبلیمون 10 تا دوباره گیم مود داره، ولی گیم موداش چند تاش فرق داره. مثلا اینجا ایمورتال داره، سوروایوال، لایف استایل یا همون رول پلی، وان بلاک، جنس تایکون که حتما اینو میرسیم جلوتر بهتون توضیح میدم، کید پی وی پی، اسکای بلک دریم که چند وقت دیگه هم ریست میشه، د بریج و بدوارز. خب ببین یه توضیح در مورد بریج رو که همه تو میدید. بریج تمرین کردن گاد بریج و بریج عادیه و اگه بخوام مثلا این دوتا این سور رو بگید دستتون و تو هم لابی هم پی وی پی کنید، فقط نیاز نیست که برید کید پی وی پی و پرکتیس. سرور جنز اینطوری که وقتی که واردش بشید سکون وارد میشه یا نه؟ نه،
نه من یکی ژب بالا میخواد و اگه سرور اگه یکی ژب پایینید مثل من نمیتونید واردش بشید و باید یه سرور و باید یه دونه نسخه بالاتر یا ورژن بالاترش داشته باشید. حالا من نمیتونم واردش بشم به خاطر یه مشکلاتی، یه باگیه که وقتی وارد من نسخه های بالاتر از 1.16.5 میشم صفحه سیاهه و اگه بتونم درستش بکنم حتما ویدیو گیم پلی جنز رو واسهتون میگیرم. حالا من بهتون توضیح بدم که شاید خوشتون. اول سن که بازی شروع کنین شما 3 تا بلاک ملون یا همون هندونه دستتونه که وقتی گیم شروع بشه شما روی پلتفرمید این مثل اسکای بلاک، اون 3 تا وقتی زمین بذارید هر چند ثانیه یا دقیقه بهتون هندونه میده یا ملون بهتون میده. اونا رو میتونید بگیرید بفروشید، با پولش جنریتوراتون رو قوی کنید، وسایل بخرید و وارد وارپای مثل فارم و اینا بشید و پول در بیارید. خیلی گیم مود باحالیه، حتما پیشنهاد میگم که بیایید و این گیم مود بازی بکنید. و اسکای بلاکش هم چند وقت دیگه ریست میشه و اینجا میتونید ببینید که چه چیزایی حذف میشه، چیزایی قراره اد بشه و آپدیت ها و چیزایی که میخواد برگردم اینجا زده و میتونید از این سرور هم سرور قبلی لذت ببرید و بازی کنید. بچه‌ها سرور سوممون ماینلنده که این سرور هم سرور خارجیه و حالا این سرور فرقی که داره نسبت به بقیه سرورها یه ذره گیم موداش کمتره، ولی یه سروری داره که توی اون 2 تا سرور قبلی وجود نداشت و اونم پیلارزه که بهش میگن، صبر کنید اسم دقیقش پیلارز آف فورچنه که بهش میرسیم. این هم سرور قبلی گیم مودای کمتری داره، 7 تا داره. اسکای وارز داره، بد وارز، فایربال فایت داره، اسکای بلاک، پیلارز آف فورچن، سوروایوال اس ام پیه و این هست که میتونید بازی کنید. واسه من در مورد پیلارز آف فورچن یه توضیح بهتون بدم. پیلارز آف فورچن اینطوری که توی 8 تا پلیرن که زیر پاتون لاواه و روی پلتفرم‌های بدراک مانند یا بدراکیت که مثل ستون اومده بالا و روی اونایی و گیم شروع میشه. هر چند ثانیه یه بار بهتون یه دونه بلاک آیتم یا شاید میشه یه چیز مثل دایمند، امرال و این چیزا رو بهتون بده و بعد با اونا 8 تا پله دیگر رو بکشید و هر نفر که آخرین نفر بمونه برنده میشه. و این هم تو گیم مود باحالیه، اگه بخواید میتونید بازی کنید و لذت ببرید. خب بچه‌ها سرور چهارمون چیکن کرافت که این چیکن کرافت هم یه سرور خوبه واسه پی وی پی پلیرها، کسایی که عشق پی وی پی هن و ادعای پی وی پی دارن اینجا میتونن بیان و خودشون محک بزنن تست کن. پرکتیس پی وی پی، باکس پی وی پی، رول پلی و کریستال پی وی پی داره. و اگه بخواید یه پارکور ساده اینجا هست میتونید پارکور کنید و لذت ببرید. حالا من چون زیاد پارکورم خوب نیست، پارکورم خوب نیست دیگه، نمیتونم تا حالا نتونستم تا اون کوه برسم، ولی کسی که پارکورشون خوبه میتونم بیان اینجا و برن پی پی و یه سروری که پی وی پی پلیرها بیشتر پسندن و اگه از پی وی پی خسته شدن میان و رول پلی و بقیه گیم مودا و پارکور انجام میدن و همین دیگه. بریم سراغ سرور بعدی. بچه‌ها سرور پنجممون سرور ایرانی تیرکس کرافت، من چی بگم در مورد این سرور، یکی از بهترین سرورهای ماینکرافت ایرانه که واقعا به جرات میگم بعد از اینکه مدکرافت یا مد گیم اسپانسرها همه ولش کردن و سقوط کرد، الان تیرکس بهترین شده و میتونید بازی کنید. گیم مود خیلی زیادی داره که واقعا با 1000 تا پلیر الان تو این سرورن و با 1000 تا پلیر میتونید 800 نفرش تو بدوارزن، بدوارز میتونید بازی کنید. پرکتیس پی وی پی
آرکید داره که آرکید دارن درست میکنن. اسکای بلاک، سوروایول، وان بلاک، اف اف ای یا فیر فور آل، ایگوارز که فکر نکنم زیاد کسی بازی کنه، و کریتیو که میتونید برید و خونه واسه خودتون بسازین و اینا. بچه ها واقعا سرور خیلی خفنیه. من چی بگم، خیلیاتون حتما تو این سرور. فقط خواستم بگم که کسایی که گم کرده بودن آی پی این سرور رو اینو داشته باشن و بتونم باز کنم. ایدم گیمات جدید رو فلوریز لاوا یا همون سطح زمین لاوا و باید برن تو ارتفاعات که نمیرن و ببرن، ولی زیاد کسی بازی نمیکنه. به خاطر همین میگم زیاد کسی بازی نمیکنه. بریم سراغ سرور بعدی. خب بچه ها، سرور چندم میشه؟ سرور شیشممون، سرور ایکس کرافت، که بچه ها این سرور خیلی خوبه. فهمت اینید گوسفند افتادن کرفتیه، دور شیم از اینا. بچه ها دپیت داره، پرکتیس داره، بدوار داره، پارکور، کریتی، وان بلاک، اسکای بلاک، اس ام پی، اسکای مان و سوروای وال. دور شیم بابا. بچه ها من این سرور رو اینجا میتونین چی کنید. لابیه که اینجا چند وقت پیش میرسید لابی عوض کنید. لابیه اسپان هم رسیدش رو اینا. و آره بچه ها من این سرور رو پلیرهاش کمه تقریبا و به خاطر این گفتم بیاد که خاطر اسکای ماینشه، که اسکای ماین چون خیلی نمیدن اسکای ماین چیه و سرور خارجی هم تقریبا نداره اسکای ماینو و فقط چند تا سرور ایرانی اسکای ماین داره. و اسکای ماین اینطوری که یه باکسایی هن مثل ماین کیوبه که ماین میکنیم، وسیله به دست میاری و وسیله به دست نمیاری، وسایل تو آپگرید میکنی. و آره هم مثل عادی وسایل تو آپگرید میکنی و اینا. و این هم گیمات باحالیه، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این گیم ها رو برید. و بریم سراغ سرور. چرا سرور بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم سرور گیم اپه که 800 نفر تقریبا توشن. از که 800 و خورده خاطر گیم مودای بالی که داره. بدوارز داره 200 نفر اینجا میتونیم دیوی، پرکتیس، کریتیو، اسکای ماین، سوروایور، پارکور، جی تی ای یا همون رول پلی و آرکید و زولا. زولا بچا زولا به خاطر همین خیلی همین گیم ها، به خاطر دوتا گیم ها میا پلی زد زولا. زولا همون کانتر اینطوریه که بازی میکنه ولی اومد اوردنش توی ماینکرافت و خیلی خفنه. و اگه بتونی با رفیقتون چند نفری بیاری زیان زولا یا همون ماینکرافت همون کانتر بازی کنید و سی اس. و گیم مود بعد گیم مود میا پلیزه که گیم مود میا پلیز اینطوریه که توی خود تریلر داده گیم آپ. از آپارزای بزنید تریلر گیم آپ میتونید ببینید و میتونید جزو یا میالند که فروش داره. و بچه یه باگی داره، یه باگ چیه کمتی میبینید یه کمپ داره، یه میا پلیز رولز داره و همین متاسفانه ریسورس پک میا پلیز دانلود نشد. دوباره امتحان کنید. این یه باگیه که ریسورس پک رو دانلود نمیکنه که منم نتونستم درستش بکنم. و اگه تو گوگل و اینترنت برم میتونید پیداش بکنید و درستش کنید. بریم سراغ سرور بعدی. بچه‌ها سرور بعدی یا سرور آخرمون رسیدیم که سرور بیت گیمز هم بیت کرافت. بچه‌ها اصلا گیم مود زیاد با پلیر زیاد نکنه، 60 تا 70 80 تا پلیر داره، زیاد نیستن. و گیم مودشون گیم مودای سی اس کو یا همون کانتر، زولا که اونجا بهتون دارم، اسکای ماین، رول پلی، دیز یا همون زامبی و سوروایوله که الان سیزن جدید میخواد بیاد. آفه بچه دیز یه چیز زامبی طوره مثل دلستافاس و واکینگ دده که لوت جمع میکنید منابع و قوی میشون زنده میمونید.
و گیمو تقریبا سختی هم هست ولی باحاله و هم خاطر همین بیت گیمو بودم اینجا. یه از سرورهای دیگه بود که می‌خواستم بیارم ولی بخاطر این دیز و سی اس که داره، سی اس هم بیشتر خالیه و اگه مثلا 5 تا 10 تا رفیقاتون رو بیارید اینجا میتونید بازی کنید و اینطوریه که بیشتر وقتم خالیه، یعنی پلیرهای کمی تو سی اسش وجود داره و اینطوری نیست که مثلا وسط بازی مثلا یکی بیاد بزنه تو اصلا رفیقاتون نباشه و همین بچه ها. این هم از سرور آخرمون.